به تقویمت نگاه کن. روزای گذشته دیگه بر نمیگردن. اما امروز چی؟ اینکه فقط وارد زمین زندگی بشی کافی نیست. برنده اونیه که ادامه میده تا انتها و هیچ وقتم ناامید نمیشه. من تو کار خودم همیشه به این نقطه میرسم، نقطه‌ای که باید بهترین و درست‌ترین تصمیم رو بگیری و اینکه هیچ چیز نمیتونه بالاتر از سلامتی یک انسان باشه. گاهی مرز بین امید و ناامیدی تنها یک قدم دیگه است و اونجاست که باید ادامه بدی. پس شک نکن و پیش برو. مطمئن باش بالاخره اون روزی که منتظرش هستی از راه میرسه. ما اینجا هستیم و تا انتها کنار شما خواهیم بود تا بازگشت بهار.